روز خوشحالی و روز پر افتخار دانسته شده و هم روز پر افتخار است. ولی ناگفته نماند که افغانا تنها 24 اسد ندارد، روزهای پر افتخار زیادی دارد. روزی که محمود غزنوی اسلام را به نقطه‌ای رساند که پای هیچ مسلمان با اونجا نرسیده بود، اون روز با افتخار برای مسلمان ها، برای افغان ها. روزی که شهاب الدین غوری اسلام را تا خلیج بنگال رساند، اون روز برای افغان ها روزی با افتخار است. روزی که احمد شاه بابا در طی 30 روز 30,000 سیکه رهسپار جهنم کرد و دهلی را آزاد کرد، او روز برای افغان ها روز پر افتخار است. روزی که نکناتین دوست محمد قنداری سر نکناتین را از تن جدا کرد و سربازای این ملت 400 تا انگلیس ها را پیش از که به جلال آباد برسند مردار کردن و تنها دکتر براییدن نجات یافت، به انگلستان رفت، برای ملت خود گفت که با افغان‌ها در سایه نظامی نمیتوانید که بجنگید. اون روز برای افغان‌ها روز پر افتخار است. اون روز برای مسلمان‌ها با افتخار است که مکتب کمونیستی اینجا بالا فرش شد. اون روز برای مسلمان‌ها روز با افتخار است که جنرال گرامو وقتی که بندر حیرتان رد میشه میگذرد، زیر لب کلمات را زمزمه میکند. برش گفته میشه که چی گفتی؟ اون میگوید که با خود گفتم که حمله ما به افغانستان اشتباه بوده و اشتباه را دوباره تکرار نمیکنیم. اون روز برای افغانان روزی با افتخار است که دیوار برلین فرو پاشید و 50 کشور استقلال خود به دست گرفت. اون روز برای افغانان روزی با افتخار است که به رهبری انجینر حبیب الله شهید 12 تا از جوانان به میدان جهاد مبارزه رفتن. انجینر شهید میگوید دوستان و عزیزای ما در میدان معنویت و روحانیت به جای رسیده بودم که از کنار سنگ و درخت رد میشید، از سنگ و درخت میشید، درخت و سنگ چون امور تصویر میکنید. اون روز برای افغانان روز با افتخار است. اون روز برای افغانان روز با افتخار است که رئیس جمهور امریکا اعلام کرد که همین اکنون من فهمیدم که افغانستان قبرستان امپراتوری بزرگ دنیا است. ما یک روز یک 14 اسد نداریم، ما همه روزهای افتخار داریم، ولی برای نسلتان بیاموزانیم، برای نسلتان بفهمانیم، برای فرزندایتان بفهمانیم که بچین الگوی تو محمود غزنوی است که اسلام را تا نقطه‌ای رساند که هیچ مسلمان با اونجا نرسیده بود. الگوی تو شهاب الدین غوری هست که اسلام را تا خلیج بنگال رساند. الگوی تو احمد شاه ابدالی است که دهلی را آزاد کرد. الگوی تو دوست محمد قنداری است که سر مکناتین از تن جدا کرد. بل الگوی تو اون 12 جوان است که جهاد مقدس را علیه روسا را اندازی کردن. بله فرزندایتان بیاموزید، بفهمانید جنگ بزرگی در راه است، جنگ خطرناکی در راه است. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم. مطمئن باشید کفار ما را به حال نمیگذارد. هر تدبیر را که انتخاب کنید، هر سیاستی را که روی دست بگیرید، تا زمانی که به قوانین دموکراسی و برنامه‌های کفریشان تن ندید اجازه نمیتن. برای فرزندایتان بیاموزید که پسرم سنگر جهاد خالی هست، تو در آینده